به همگان معلوم است که به روزهای نزدیک ماه شریف رمضان، ماه رحمت، ماه برکت طلوع میکند و امروز خواستم به اون برادرها و اون خواهرایی که مرا میشناسند و نمیشناسند مراجعت کنم. مراجعت ما این است که هر دلی را که رنجانده باشم و کسی را غیبت کرده باشم و سخن سخت زده باشم، از همه شما دوستان ما بخشش میپرسم، معذرت خواهی میکنم و از شما هم درخواست بنده این است که این نوار را به یار و دوستان خود تقسیم کنید و به خاطر خدا همدیگر را ببخشید تا که پیش از آمدن ماه شریف رمضان به رحمت الله من و تو مایل شویم. الله بخشنده هست و بنده هایی که همدیگر را به خاطر الله میبخشند اونها را هم دوست میداره. به همین خاطر همدیگر را به خاطر الله ببخشید تا که در بخشش الله شامل شوید. الله همه ما و شما را سربلند و آبرومند نگه دارد. آمین.